بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم آنتن. بامداد چهارشنبه 26 آذر ماهتون بخیر باشه. رأس ساعت 12 تقابل تیم‌های بارسلونا در رقابت‌های کوپا دل ری رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در برابر گوادالاخارا آسانسوری از لیگ 3 به لیگ 4 میرفته و بالعکسش رو این مسیر رو طی میکرده تیم گوادالاخارا. یه فرصت، یه شوت از راه دور. حالا بازیکنان گوادا اونجا توپ رو گرفتن و در اختیار رامیرز قرار میدن. حرکت ارزی با ساما مایو. از اون سمت توپ رسید به دنی ویسنته. ضربه‌ای که فقط به زیرش زده شد و ویسنته توی 2 مرحله گرفت. پاس بلند به سمت چپ، یه حرکت خیلی خوب توسط بازیکن بارسا. پاس عالی در محوطه دیونگ. پاس کاتبک میرن برای گل اول، یا نه که این اتفاق نمیفته. نکاتیه که هانسی فلیک بهش پرداخته. یه پاس عالی به سمت راست. فرصت برای تیم گوادالاخارا هست. اریک گارسیا رفته تا راه نفوذ رو ببنده. سمت چپ گردش تو بین هافک‌های بارسا کماکان ادامه داره و دارن آروم آروم بالاتر بازی میکنن. یه شوت از راه دور و توپ رو گرفته دنی ویسنته. امباپه و یامال بوده و خبری از رافینیا نیست. مارکوس رشفورد که تو جام‌های حذفی ضربات ایستگاهی خوشگلی رو میزنه. الان ضربه خودش رو زد و توپ رو گرفت دنی ویسنته. باید از این فرصت بارسایی ها به خوبی استفاده بکنن. حرکت ارزی یامال، توپگیری بازیکنان گوادا و بردن بازی به سمت راست. یه اشتباه، یه شوت از راه دور. شلیکی رو زد اونجا فرمین لوپز و توپش با اختلافی کم بالای دروازه به بیرون میره. یه ارسال در محوطه. این ضربه سر بعد به همین ترتیبه چون یه کارت زردم داشت. برنال او رو بیرون آورده و پاوکو بارسی در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده. یه فرصت، پاس کوتاه موقع برای تیم بارسا در محوطه. یه جریمه، چه توپی رو گرفت دنی ویسنته. تک به تک فوق‌العاده رو گرفته و حالا نیمه دومو داره بهتر کار میکنه. در نقش یک وینگر چپ بازی میکنه و رونی براکجی داره مهاجم هدف توپ میزنه. گارسیا برای یامال، فضلی ارسال داره مهیا میشه. پاس کوتاه، بارداخچی شوت پای چپ برابرش کرا قرار گرفته کمی عقب‌تر. ارسال بلند در محوطه، فرصت برای بارسا. گوادا داره به دست میاد. ببینیم از این موقع چیکار میکنن کالوو. یه فرصت، یه شوت، توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. تأثیر گذاشته و توپ رسیده به رشفورد. دوباره خود پدری. دیانگ ارسالش درون محوطه. این ضربه سر و بالاخره گل. بالاخره گل دروازه گوادالاخارا باز شد در 77مین دقیقه. 77 دقیقه تلاش بارسا بالاخره جواب داده. اونا روی ارسال ها دروازه این تیم رو باز کردن. به پاس عالی کانیزو میاره برای مندز. چرخش خوبش، تیم گالا میخواد شوت بزنه. ترشتگن یه سوپر واکنش رو نشون داده. یه حرکت عالی، فرصت برای تیم بارسا هست. کماکان یه ارسال دیگه دنی ویسنته. یامال میتونه کار راحت تر بکنه. کماکان موقعیت توپو گرفتن، چرخید و توپ رو سپورت به فرانکی دیونگ. موقعیت برای تیم بارسا کماکان هست. دیونگ پشت به دروازه. چه پاسی رو داد اونجا فرانکی دیونگ. لامین یامال توپ رو گرفته، میتونه به کندم بده. چه پاسی برای رشفورد دیگه بزنه دومی رو. مارکوس رشفورد و به بالاخره چشش نکنیم رشفورد هم بلد گل بزنه و دروازه رو باز کرده. بازی میشه 2-0. بارسایی های اسپند برای مارکوس رشفورد دود بکنن که
بعد از این موقعیت خراب کردن بالاخره موفق میشه که پاش به گلزنی توی این مسابقه باز بشه و بازی رو 2-0 بکنه. مارکوس رشفورد. بارسا 2 گوادالاخارا 0. آب پاکی روی دست ماری میریزن و به این ترتیب به دور بعدی خیلی راحت که نه بارسا صعود میکنه. تا دقیقه 77 خیلی کار سختی رو داشت بارسلونا، اما با چند تا تعویض درست تونستن دیگه شرایط بازی رو به نفع خودشون بکنن و 2-0 بشه همه چی. بارسا صعود کرد. سوت پایان هم سزار سوتو به صدا در میاره. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید.